درود بر همه دوستان یه چیز مهمی میخواستم امروز بهتون بگم. اینو به خاطر داشته باشین اگه میخواین یه آبرسان خوب برای فصل بهار و تابستون داشته باشین، این محصولات تراست رو یادتون نره. کرم ضد آفتاب که SPF 50 داره، حالا رنگی و دیگه بیرنگش به خودتون ربط داره. کرم آبرسان که آبرسانی رو نباید فراموش کنین. هر نوع پوستی دارین، خشک دارین، مختلط دارین، چرب دارین. کلاه باید داشته باشین، عینک بزنین و اگر میخواین برین جلوی آفتاب یه کوچولو برنزه بشین، ساحل میرین، استخر میرین، حتما از این روغن شترمرغ ما استفاده کنین که اسید چرب ضروری داره، که حداقل این که بافت پوستتون رو انقدر اذیت نکنه که اتفاقات بدی برای پوست بیفته. چون ما میگیم جلوی آفتاب زیاد نباشیم، پرتاب مضرش خیلی زیاده. دوستان یک وقت مشاوره رایگان بگیرین، چه با موبایل هم میتونین تماس بگیرین، چه میتونید در واقع دایرکت کنین. من منتظرتون هستم. در واقع قیمتش هم خیلی اقتصادی و خوبه. برند تراست، محصول گیاهی، تست حیوانی هم نداره. منتظرتونم. فعلا بای.